همین بوسابوسی با فیلم که در ما خلق توری زیبانده نیست. گیران شو دلیت کنن شو برای چی؟ برای چی؟ خیلی برای چیزه نسل نوراس نبینم کوراده و همین راه برای تربیوی برای چیز تربیوی مگر میشد اثرهای هنری را اختصار کرد؟ نه خیلی اثرهای چیزا نه همین فیلم های چیز که همین چیزا داره اینا گیران میشه به اجازت مؤلف ممکن است همین نکردن؟ اجازت مؤلف به اجازت مؤلف не ха муаллиф ина ки согласовал каранда куракти муаллиф кати Ну, по-моему, они все видят по интернету. Хамай чёзи интернет, через интернет мебинан. Не только по телевизору или по-другому. و فکری ما بهت فکری نقص ولی جنوب برای چی؟ خیلی کودکای وزیره وای نمیشه همه چرا ولی روشود میبینن کودکا نقص میشه با فکر شما مثلا میشد فیلم های هنری را مختصر کرد به اجازت مؤلف؟ که ایشان نمیدونم خیلی با نظری با وایو صحنه رو ممکن است چیزی فیلم دیگر که میشه اما محتوای فیلم البته دیگر میشه. Если вот смотришь до конца фильма, а в середине этого-нибудь, в конце что это понять? Что ты смотришь? В середине или конца этого фильма? Нельзя отрезать это вообще, ни куска даже. ممکن است به اجازه مؤلف هم ممکن است. برای چی؟ برای که چیز خدمات توری نمیگیرم. На нашу культуру это не, как бы сказать, не подходит. ولی خیلی کنم برای چی؟ برای اینکه چیزی نادرکار نباید برای این خاطر باشه چیزی که اگه ضرر میرسونه اگه فایده نداره یعنی چی ضرر میرسونه؟ اگه جایی که دوای باشه ده کینوی هستن که خیلی به معنی بیوند به اون خاطر یعنی بدون اجازت مؤلف ممکن است بدون اختصار کردن؟ بدون اجازت مؤلف نه البته ممکن است تنها با همون مؤلف اجازت دهد ممنون. با فکر شما محتواش را فیلم گم نمی کند؟ نه با فکر در تلویزیون‌های دولتی در نمایش‌های دولتی شرط هست این رو قید کردن. برای چی؟ برای که وقتی در جمعیت همین حضوری ما همین چیزا درست نیست. درست نمی‌آید با نسلی با نسلی با مدنیت شهرداری. من خیلی نظر دارم که کوتاه کردن همین شرط است برای که با هم مدنیت تاجیکانه شرقیانه ما ضرر خودش میرسونه. به اجازت مؤلف؟ به اجازت مؤلف هم باشد تو اون چیزی که با ما خاص نیست منفعت جمعیت ما نیست همین چیز شرط نیست به فکر ما. معنی فیلم گم میشه وقتی که اون جوش برید پرتوف دیگه معنی نمیکنه و قدر وای فیلم. تشکر.